با سلام به بینندگان عزیز رادیو آزادی و خوش آمدید به برنامه سرخط خبرها. امروز 10 январ از وضعیت در روی پربرفی دوشنبه چنوق میگوییم. پیشگویی تحلیلگران بین‌المللی اوید احتمالی برهم خوردن روسیه در سالهای نزدیک. بازداشت زن توجیک بعد کشتاری یک آشپز و برقی وزیر کارهای داخلی توجیکستان در رابطه به همین قضیه. همچنین میبینیم که رقیب نورالله علیف در نخستین قوه آزمایش در UFC کی میشود. راه دوشنبه چنوق که پایتخت توجیکستان را با شمال کشور میپیوندد، این شب روز برای حرکت نقلیات خطرناک باقی میماند. شرکت ایرس متصدی نگاهبین شهر میگوید صبح امروز دو ترمه عظیم در کیلومترهای 69 و 71 راه را موقتا بست. مسئول این شرکت گفتند بعد رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی روی ماشین‌ها برقرار کرده شد. در همین حال کاربران رادیو آزادی نیز با فرستادن عکس و نوارها از مشکل گردیدن روی ماشین‌ها طریق راه دوشنبه چنوق خبر می‌دهند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده توجیکستان از ساکنان خواسته است که در این روزها حداالامکان از حرکت طریق راه‌های کوهستان خودداری نمایند. شروع اتلانتیک یک مرکز تحلیلی آمریکا میگوید در یک نظرسنجی در میان 167 تحلیلگر شناخته بین‌المللی تقریبا نصفی از آنها گفتند که ممکن است روسیه تا 10 سال دیگر از هم پاشیده به ولایت‌های مستقل تقسیم شود یا اینکه به اندیشه آنها به کشور ناکام تبدیل یابد که در آنها ساختارهای دولتی کار نمی‌کنند. نتیجه های این نظرسنجی را نشریه فاینانشال تایمز روز 9 январ چاپ کرده است. بر اساس عقیده 40% نظردادگان بحران سیاسی در روسیه میتواند به سبب انقلاب، جنگ داخلی و یا فروپاشی کشور سر بزند. اما بسیاری از تحلیلگران اروپایی در این نظرسنجی گفتند که به تقسیم شدن و از هم پاشیدن آن همچون کشور شبهه دارند. نماینده شروع اتلانتیک گفته از نظرسنجی را بنابر تجاوز روسیه به اوکراین و تحریمات اقتصادی به ضد آن انجام دادند که روسیه را ضعیف میکنند و سبب ظهور مشکلات زیادی داخلی میشوند. وزیر کارهای داخلی توجیکستان با ارسال برقی از همتای خود در روسیه خواسته است که بعد تحقیق واقع بینانه قضیه شهروندی توجیکستان سیاره دوسایی و مساعدت نماید. زنی 36 ساله توجیک با اتهام کشتار در ولایت مسکو به حبس گرفته شده است. سیاره دوسایی و که در قهوه‌خانه طعام‌های گورجی در شهر میتیش کار میکرد، بعد آن بازداشت شد که روز 4 январ امسال آشپز این قهوه‌خانه را چند کارد زد. در نتیجه مرد به هلاکت رسید. همکاران سیاره به نشریه مسکوفسکی کامسомолец نقل کردند که جنجال زن توجیک با آشپز قهوه‌خانه بعد شوخی ناجا و دستدرازی این مرد آغاز شده است. در ویدیویی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است دیده می شود که چگونه مرد از مویهای زن توجیک کشیده و او را لط و کوب می کند. بعد این زن کارد را گرفته چند مرتبه به بدن آن مرد می زند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات توجیکستان درخواست دارند که از مهاجر زن توجیک که خواسته است از ناموسش دفاع کند حمایت نمایند. شما سرخط خبرها را تماشا دارید. در نویه دیوشتیج دو عضو یک خانواده از دود انگیش زهرآلود شدند. به نوشته از پلوس جبریده ها زن و شوهر سالخورده بودند. در نتیجه زهرآلود شوی مردی 80 ساله به هلاکت رسیده. همسری او که 77 سال دارد در حالت بیهوشی به بیمارخانه انتقال داده شده است. وضع زن وزن میانه ارزیابی می شود. با گفته پزشک شعبه احیاگری بیمارستان نویه دیوشتیج از سال نو این علاقه دومین حالت زهرآلودشوی از دود انگشت می باشد. همه سال با فرا رسیدن هوای سرد ساکنان روستاهای توجیکستان خانه های خود را با انگشت گرم می کنند و در بعضی حالت ها رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با همین گونه فاجعه ها می انجامد. در توجیکستان اولین 5 گونیک ها 2 ساله شدند. مادر بانهاست اما پدر مجبور به مهاجرت رفته است. وقتی کودکان تولد شدند مقامات برای این عائله خانه ساخته دادند ولی میگویند خراجات خوراک و لباس کودکان خیلی زیاد است. همکار ما در ولایت ختلان به خبرگیری 5 گونیک ها رفت و 4 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی شما بینندگان عزیز امکان دارد ببینید که این طفلان چگونه به وای میرسند.
یک خبری ورزشی هم داریم. نورالله علیف رزمکوری توجیک در موربه‌های آمیخته اولین رقابتش را در مسابقات UFC در وزن سبک روز 25 فوریه در شهر لاس وگاس ایالت نوادای آمریکا برگزار می‌کند. رقیب علیف 23 ساله رافائل آلویس 32 ساله برزیلی میباشد که در UFC رقابت چهارم خود را دایر می‌کند. وی در موربه‌های رزمی آمیخته و UFC 20 قوه‌آزمایی انجام داده در 11 تاش شکست خورده است. نورالله علیف اولین ورزشگر از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق اوید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. نورالله علیف برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت. دوستان عزیز، اکنون نگاه می‌اندازیم به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. بانک ملی برای امروز ارزش 1000 روبل روسی را 145 سومانی تعیین کرده است. نرخ یک دلار آمریکایی 10 سومانی و 22 درم و یک یورو باشد 10 سومانی و 96 درم است. بینندگان مهربان، سرخط خبرها را در همین ثانیه‌ها به پایان می‌بریم، اما من با شما خیر خوش نمی‌کنم چون 4 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی نیز شما را همراه خواهم بود. روزی با قرار داشته باشید.